نشست دربار آغاز می شود. مقامات جهت شرفیابی وارد می گردند. دیشب سومنگده به من گفت که قبل از امشب سر دونگجو از سردر قصر آویزان خواهد شد. این خبر خوبیه. اون حتما تا حالا موفق شده. خبر که به ما برسه به اعلیحضرت اطلاع میدن. شما همه منتظر اتفاقات بعدی باشید. حتما قربان، به زودی سلسله هان روزهای بهتری رو میبینه. گوش کنید، امروز قبل از غروب سر دونگجو از بالای قصر آویزون میشه. باید آماده باشید. آره. ادای احترام به وزیر اعظم، به وزیر اعظم خیر مقدم عرض کنیم. ادای احترام به وزیر اعظم. تا 10 فرسنگی جستجو کردیم، اثری از ساسا ندیدیم. قربان، به افرادم دستور دادم در بازرسی ها باشن و همچنان ادامه بدن. مطمئنم نمیتونه فرار کنه. خیر مقدم عرض می کنیم عالی جناب. این ساسای نابکار چطور جرأت کرده؟ چطور خواسته منو بکشه؟ با خودش چی فکر کرده؟ من وزیری فرستاده از بالا هستم، برای احیای سلسله هان اینجا هستم. چطور کسی قصد جانم را کرده؟ چه جانی هایی؟ با یک نگاه اونا را شناسایی میکنم. من بو کنم میفهمم که کی هستن. برخی از شما حتما ساوساو رو تحریک کرده و با شورش یوان شاه همکاری میکنید. قسم میخورم شما رو شناسایی کرده و سر از تنتون جدا میکنم. اینطوری و بعد کاری میکنم که خانواده هاشون روز خوش نبینن. نباید هیچ کس از نسل این آدم ها باقی بمونه تا دوباره خیانت تکرار بشه. اصلاً و ابداً. عالی جناب، حتما مزاح میکنید. ما در قصر هیچ خائنی نداریم قربان. وزیر مراسم کجاست؟
اینجا هستم. فوراً با مهر امپراتوری دستوری صادر میکنی به تمام بخش‌ها، شهرها، ولایات ابلاغ شود. اعلام کن ساوساو به جرم خیانت تحت تعقیب است. به همه سرباز غیر سرباز دستور دستگیری ساوساو داده شود. ضمناً دربار به هر کس که سر او را قطع کرد و به پایتخت بیاورد 1000 سکه طلا و خراج 10,000 خانوار پاداش داده خواهد شد. اطاعت می شود عالی جناب. جناب وزیر کشور وانگ، در خدمتم عالی جناب. گویا پریروز جشن تولد 60 سالگی شما بوده، درسته؟ بله. ضیافت بزرگی در خانه شما برپا بوده. بله. وزرای زیادی رو دعوت کردید، پس چرا من دعوت نشدم؟ تولد من ناقابل بوده و در کلبه محقرم مزاحم شما نشدم قربان. بگو ببینم، این نبوده که شایسته حضور در تولد شما نیستم ها؟ تولد من یک اتفاق معمولی عالی جناب. اتفاق معمولی؟ جالبه. قبلا که گفتم مهم نیست. سرورم خوش اومدین. فوراً تمام خدمه و کارکنان رو مرخص کن برن. حق و حقوقشونو بده که هر جا میخوان برن. تا پای گور با من نیان. سرورم تو هم باید بری. نگران من نباش. هر جا میخوای برو. سرورم خانم دیاوچن، خانم دیاوچن. عمو بگو چی شده؟ گویا از وقتی از دربار اومدن برای سرورم اتفاقی افتاده. لطفاً شما برین ببینین که ایشون از چی ناراحت هستن. باشه. ازتون خواهش میکنم لطفاً این کارو نکنید. دیاوچن فرزندم، مگه نگفتم فوراً از اینجا برو؟ پس چرا هنوز اینجایی؟ پدر جان بهم بگین چه اتفاقی افتاده؟ این کار برای چیه؟ ساوساو موفق به کشتن دونگژو نشد. دونگژو زنینه که من پشت توطئه کشتن اون بودم و به زودی سربازان ژیلیانگ به اینجا خواهند اومد. اگه تو اینجا باشی هیچ کس از خانواده من زنده نخواهد بود. برای همین باید بری. پدر مگه شما نگفتین دونگژو فکر میکنه شما طراح توطئه بودین؟ همینو گفتین مگه نه؟ درسته، همینو گفتم. پس هنوز مطمئن نیست شما دست داشتین، درسته؟ هنوز مطمئن نیست، چون که موفق نشدن ساوساو رو دستگیر کنن. پس نباید خودکشی کنید. اگر این کارو بکنین یعنی که اعتراف کردین که خود شما طراح این توطئه بودین پدر جان. اگر شما بمیرید
هیچ کس نمیتونه امپراتور رو نجات بده. بعد دربار نابود میشه و ساکنین خانه ما همه اعدام خواهند شد. ضمن اینکه آرزوی شما برای احیای سلسله هان هرگز واقعیت پیدا نخواهد کرد. سرورم خبر بد. فرمانده لوبو با سربازای ژیلیانگ وارد خانه ما شدن. پدر جان تردید نکنید، باید ببینیدش. شما وزیر کشور هستین، اون نمیتونه به شما تعرض کنه. فنگژیانگ بگو چی شده؟ جناب وزیر، به دستور عالی جناب برای دستگیری ساوساو آمدن. ساوساو خیلی مکاره، قطعا بعد از اقدام نافرجام خودش فرار کرده. جرأت داره اینجا در خانه من پنهان بشه. عالی جناب گفتن گرچه سربازا تا 10 فرسنگی رفتن ولی موفق به پیدا کردنش نشدن. احتمالاً اصلاً از شهر بیرون نرفته و در لانه خائنی مخفی شده. عالی جناب واقعا خیلی عاقلن. خبر نداشتم که خانه منم لانه یک خائنه. ما رو ببخشید، من فقط مأمور هستم قربان. بله متوجه هستم. شما مشغول بشید سردار. بگردید. زودتر این طرف. اونجا رو با دقت بگردید. همه جا رو بگردید. سریعتر برو خوب بگرد. دقیق بگردید. تو با من بیا. اونجا حیات جلویی. زود باشین. زود باشین. اون طرف هم نگاه کن. عجله کنید. خوب بگردید. شما؟ من دخترخوانده جناب وانگ هستم. دیاوچان کمکی از من ساخته است. من لوبو هستم. عالی جناب دستور دادن ساوساوی خائن رو دستگیر کنم. ساوساو من میشناسمش. واقعا؟ پریروز جشن تولد 60 سالگی پدرم بود. ساوساو بی دعوت اومد. مصر بود که به پدرم تبریک بگه. انتظار نداشت پدرم توبیخش بکنه. شیاد خوانده شد و از اینجا بیرون انداخته شد. بیرون انداخته شد؟ بله، به چشم خودم دیدم. تمام حاضرینم اونو دیدن. باور ندارید میتونید از افراد بپرسید. این سلاح خنجر 7 ستاره اجداد جناب وانگ؟ شما تیزبین هستین سردار. بله،
این خنجر 7 ستاره است. خب پس جناب وانگ خنجر رو به ساو ندادن. چرا باید پدر خنجر رو به کسی مثل ساو بدن؟ اگرم بخوان اونو هدیه بدن به کسی میدن که سزاوارش باشه. خوبه. حالا که 7 ستاره اینجاست مشخصه که جناب وانگ اون خائن نیستن و هیچ نقشی در توطئه ساو نداشتن. البته که نقشی نداشتن. پدرخوانده من، جناب وانگ و شما به خاطر وفاداری به دربار شهره هستیم. شرمندم میکنید. خیلی ببخشید. ساو اینجا نیست. بریم. بریم. آسمان بالا و زمین زیر پا، خورشید، ماه و تمام کائنات. امروز ما لیو بی، گوان یو و ژانگ فی در این باغ هلو سوگند برادری یاد می‌کنیم. چون یک تن عمل می‌کنیم و برای بقیه عمر در غم و شادی هم شریک خواهیم بود. قسم می‌خوریم در خدمت کشور بوده و به مردم کمک نماییم. گرچه در یک روز به دنیا نیامدیم ولی امید داریم که همه در یک روز این دنیا را ترک کرده و بمیریم. امید که خداوند شاهد این پیوند و صمیمیت گسست ناپذیر ما باشد. اون کیه؟ بیا برو. بعدی ایست. هی بیا برای بازرسی زود. برو زود باش. وایسا. کاری چی؟ برگرد ببینم. این همون جانیه. بگیریدش. قربان ما جانی رو دستگیر کردیم. تو کی هستی؟ من تاجری اهل پیم. اسم فامیلم هوانگ فوه و اسم کوچیکم ژانگ. افراد شما منو اشتباهی جای شخص دیگه ای دستگیر کردن. بیگناه هم عالی جناب. ساو منگده، تو چقدر فراموشکاری. 2 سال پیش که برای گرفتن مقامی به پایتخت رفتم به ملاقات شما هم اومدم. اون موقع خیلی غرور داشتی بدون اینکه نگاهی به کارت اسمم بندازی.
با افرادت گفتی که منو از اونجا اخراج کنن. ضمناً چیزایی هم گفتی، چیزی مثل این روزا افراد خائن سر کارن، داشتن مقام در پایتخت ارزشی نداره. یادت اومد؟ پس چنگونتایی؟ چشمام در شناختن مردی عاقل خطا کردن. پوزش میخوام. البته اگه امروزم برای کار به دفتر کارم برید همونا رو میگم. این روزا مقامات خائن مصدر امور هستن. من از اون حرفا ناراحت نیستم. از این ناراحتم که حتی نگاه هم نکردی. ساهمن. خب ساهمن، شما همیشه گستاخ از خود راضی بودین و دنیا رو تحقیر میکردین. حالا زندانیم و درباره دنیا بحث نمی کنم. بله البته. منم با که مجرم تحت تعقیب راجع به دنیا صحبت نمی کنم. به جای صحبت با تو ترجیح میدم به جیرجیرکام گوش بدم. گرچه بدم نمیاد راجع به مسائلی با تو صحبت بکنم. هر کس که سر ساوسا رو تحویل بده 1000 سکه طلا و خراج 10,000 خانوار رو پاداش میگیره. میشنوی؟ 1000 سکه یعنی 300,000 پیمانه گندم که برای قاضی مثل من معادل حقوق 375 سالشه و اونقدر گندم که میشه 1 سال مردم ژونگمو رو باهاش سیر کرد. و این به اضافه اون خراج 10,000 خانوار. از امروز به بعد من میتونم شاهانه زندگی کنم، نه؟ ولی این موضوع رو نمیفهمم. ساوسا تو چقدر وزن داری حتی با احتساب پوست و استخونت؟ تو چطور 1000 سکه میارزی؟ اونایی که پاداش تعیین میکنن واقعا نمیفهمم. خب دیگه کافیه. زودتر سرمو جدا کنید و جایزتون رو از دونگ خائن بگیرید. ولی درخواستی دارم، سریع و بی درد باشه. خوبه، بد نیست، اصلا بد نیست. در آستانه فنایی و همچنان ادای قهرمانا رو در میاری. نگران نباش، فردا صبح یه جعبه آماده میکنم، سر تو توش میذارم و میرم به پایتخت. ولی خب در حال حاضر امشب و جناب عالی مهمان شخص من هستی. افراد بله. نشونش بدین که در زندان شهر ژونگمو چی داریم. زندانیش کنید. یا قربان یکم غذا بده، من گرسنه هستم. آقا منو آزاد کنید، من بیگناهم. من گرسنمه. ساوسا، من شنیدم که دونجو بهت لطف داشته، پس چرا خواستی بکشیش؟ گنجش که از بلند پروازی قو چی میدونه؟ حالا که اینطوره از بلند پروازی قو برای این گنجش بگو. پیشینیان من نسل‌ها به حکومت خدمت کردن و نعماتی از دربار گرفتن. اگه دینمو به کشورم ادا نکنم فرقی با یک حیوان نخواهم داشت. امروز خائن‌ها سر کار بوده و برای مردم فلاکت آوردن. مقامات کشته و نجبات تحقیر میشن. سلسله 400 ساله هان در آستانه فروپاشی قرار داره. وقتی آشوب حاکم شده قهرمان‌ها باید برخیزن. هر مرد درستی باید برای خدمت به کشورش خائن و بکشه. با عظمت سلسله هان و نظم رو به کشور برگردونه. برای نجات کشور دونجو باید کشته بشه. برای کشتن اون به خدمتش در اومدم و منتظر فرصتی شدم. شما به واقع مردی فوق‌العاده و بی‌نظیر هستید و همینطور مورد احترام.
این یعنی چی؟ برادر منگده، در تالار چشم و گوش زیاد بود و همینطور چاره‌ای جز تأخیر شما نبود. باید بگم کاریو که قبلا با من کردید جبران شد. میدونید مدت هاست که قلبان از دونگژو متنفرم. مدت هاست که آرزوی بریدن سرش را دارم. ولی شما کاریو که من هرگز نتونستم انجام دادید. سخت شما رو تحسین میکنم. ولی نقشم بد بود، موفق نشدم. پایتخت رو ترک کرده و دنبال مخفیگاه میگردم. گرچه نتونستید خائن رو بکشید، ولی باز اسم شما در تاریخ میمونه. قهرمان با توفیق و شکست سنجیده نمیشه. راستشو بخوای از اقدامی که کردم پشیمونم. منظورتون چیه؟ من چطور مردی هستم؟ باید مردم رو به مسلح شدن دعوت می کردم، افراد شجاع رو جمع می کردم و گروهی رو برای مبارزه شکل می دادم. می تونستم کشور رو از شکست و مردم رو از آشوب نجات بدم، به هدفی خوب و درست می رسیدم. این کار رو باید می کردم ولی سخت بود. چه کردم؟ رفتم سراغ راه ساده، اونم فقط با نادیده گرفتن راهکار درست‌تر. خب میدونی حالا شدم یه آدم کش معمولی و دونگژو چی شده؟ سزاوار کشته شدن به دست من نیست. بعدم اگرم بمیره یک جاه طلب دیگه دنیا رو به فلاکت نمیکشه. پس در حالی که اقدام من عاقلانه و شجاعانه به نظر میرسه، در اصل تلاشی ابلهانه و نهایت حماقت بوده. منگده، در خواب راه میرفتم، شما منو سر عقل آوردید. خیلی شرمندم. من در حالی که فقط محو شهامت شما بودم، شما کارتون رو بس ناچیز جلوه دادید. از شما بابت این تشکر میکنم. بعد مدت‌ها فکر در این زندان به این نتیجه رسیدم. از اینجا کجا میخواین برین؟ کجا میرم؟ به خانه. با حکم امپراتوری بزرگان کشور رو جمع میکنم و نهضتی علیه دونگژو راه میندازم. امپراتوری رو حفظ کرده و نظم و آرامش رو برقرار میکنم. خوبه، تقاضایی دارم. امیدوارم که شما موافقت کنید. لطفاً بگو. من میخوام کنار شما باشم و به شما کمک کنم برادر. ولی شما قاضی دادگاهید. برادر منگده، مگه شما فرمانده سوار نظام نبودید؟ کشتن خائن خیلی ساده است، رسیدن به حقیقت سخت. علم که بلند بشه جان ما در خطر خواهد بود. در مقابل کوهی از تیغ و دریایی از آتش عقب نمی کشم. سوالی هست. من حالا تنهام. شما والدین، همسر و فرزند دارین. اونا رو چه میکنید؟ باشه، حالا دیگه برام مهم نیست. وانمود میکنم که هرگز وجود نداشتن. برادر گونگتای، شما بی نظیر و بی بدیل هستین. برای شما احترام بسیار قائلم. نه، ما در کنار هم میستیم چون مردانی فوق‌العاده و همترازیم. ازتون سپاس گذارم.
خوبم. لطفاً منو ببخشید. من با ساو در راه وطن با خائن مبارزه می کنم. از شما عذرخواهی می کنم. برادر مگده، پینگ یانگ در 50 فرسنگی شمال اینجاست. شنیدم اونجا یوان شاو علم مبارزه بلند کرد. درسته. یوان بنچو مرد خیلی باهوشیه. با استفاده از فرصت و بلند کردن اولین علم در این شلوغی به رهبری رسیده. خاندان یوان معروفه. 4 نسلی که بالاترین مناصب دارن. طرفداراشون همه جا هستن. یوان شاو خیام بکنه دیگر خانها هم به اون ملحق میشن. چطوره بهش ملحق بشیم و برنامه بعدی رو با هم بچینیم؟ برادر گونگتای، چیزی بهم میگه دیر یا زود میریم نزد یوان شاو. اما اگه حالا بریم و تنها منصب‌هایی نمیگیریم، بعدم فکر نکنم اون رهبر خوبی باشه. برادر مگده، این یعنی چی؟ بگو ببینم. یوان شاو چرا قیام کرده؟ خب واضحه که برای نجات سلسله هان تا با دونگجو مبارزه کنه. یه سوال دیگه، بحران دونگجو چطور شروع شد؟ اینم میدونم در سلطنت قبل کسانی که حکومت میکردن بیکفایت بودن و خانها به قدرت رسیدن. 10 ملازم به رهبری ژانگ رانگ به دربار مسلط شدن. هیجین برای حذف اونا مخفیانه به سران ژیلیانگ دستور داد برای حمایت از تخت به پای تخت بیان که منجر به فاجعه فعلی شد. و میدونی احضار قوای بیرونی به پایتخت پیشنهاد کی بود؟ اینو اطلاع ندارم. پیشنهاد یوان شاو بود. یوان شاو؟ اون پنهانی به هیجین توصیه کرد بازرس ژیلیانگ دونگجو رو به پایتخت احضار کنه. همه میدونیم که بعدش چی شد. بلای خانها تموم شد، ولی بلای دونگجو به مراتب از بلای قبلی بدتر بود. ظاهراً یوان بنچو شایسته این شهرت نیست. فاقد بصیرت و قضاوت صحیحه. یه سوال دیگه، فکر میکنی اولین مخالف احضار سران بیرونی کی بود؟ و چه کسی اول پیش بینی کرد که دونگجو بلایی بدتر از خانها خواهد بود؟ نمیدونم. اون من بودم. اون روز وقتی هیجین و یوان شاو بحث میکردن منم اونجا بودم. بهشون گفتم خانها از همون ابتدا مصیبت بودن، ولی نفوذ خانها رو میشه با فراست امپراتور مهار کرد. کافی فرمانروای عاقل در قدرت باشه، با سرعتی سائق آسا ضابطی رو میفرستیم تا همه رو زندانی کنن. در هر حال نباید قوانین محلی رو به دربار بکشن، مثل آوردن ببر برای دور کردن گرگه. در آخر لطمات ببر از گرگ بیشتر خواهد بود. ولی هیجین گوش نکرد. فکر میکرد یوان شاو از خاندانی اصیله و قطعاً بیش از ساو بصیرت داره. و چی شد؟ سپاه ژیلیانگ رسید. هیجین مرد، یوان شاو گریخت، دونگجو در بار و مصیبت زده و کشور رو وحشت زده کرد. درسته. اگه اون موقع به حرفای شما گوش کرده بودن الان این وضع نبود. مردم گرسنن و وحشی ها همه جا هستن. کشور تکه تکه شده و مردم بیچارن. این نتیجه گوش نکردن به حرفهای ساوه.
بیا اینجا. چی داری؟ خیلی خوب، برو. آب میفروشم، آب. آقا آب نمیخواین؟ چه خبر؟ عکست همه جا پخش شده. حالا منم هم دستم. سر تو 1000 سکه میارزه و سر من فقط 50 تا. متاسفم، سر من خیلی گرونه و سر تو خیلی ارزون. برادر، به خاطر خوشسالی محصول نبوده. بعضیا حتی اسباشونم میخورن. قربانیای قحطی برای کمی گندم حتی دوستان خودشونم میفروشن. دربار با قیمتی که روی سرت گذاشته مرا کرده شکار همه مردم. درسته. حیفه که ما به دست اون بدجنسا کشته بشیم. از اینجا میریم بیرون شهر استراحت کنیم و فقط شبا حرکت میکنیم. زیاد است. مانت لنگ دور نیستی. مردم اونجا جمع شدن و با حکومت مخالفت میکنن. مانت لنگ؟ اونجا شهر کوچیکی به اسم چنگاو نداره؟ فکر کنم. پس میریم اونجا. اما کی هستین و چرا اینجا اومدین؟ برادر لوبوشه خونه است؟ بله. میشه لطفا بری بهش بگی ساوساو که موفق نشد دونگجو رو بکشه برای دیدنش اومده؟ هر کسی سر ساوساو رو به پای تخت ببره 1000 سکه طلا و خراج 10,000 خانوار رو دریافت میکنه. منگده؟ بله. چنگونگ تای قاضی ژونگمو هم همراه ساوساوه. هر کس سر چنگونگ تای رو به پای تخت ببره 50 سکه طلا میگیره. ارباب! ساوساو اومده! چی کار داری میکنی؟ صاحب اینجا لوبوشه برادر قسم خورده پدر منه. در کمک به دیگران کوشاست و خیانت نمیکنه. اگه ماجرامونو براش بگیم محبت میکنه. تو واقعا به این لوبوشه اعتماد داری؟ بهتره بگم من به اون بیشتر اعتماد دارم تا به شخص خودم. زود باشین، دروازه رو باز کنید. دروازه رو باز کنید. برادرزاده عزیزم. عمو جان. برادرزاده خوبم. عمو جان. ببینم تو خودتی؟ بله خودمم. آهمن ساو هستم. خدای بزرگ ساو، تو هنوز زنده ای؟ چقدر عالی. واقعا خودتی؟ چه خوب. از خود شهر تا تمام روستاها تصویر تو رو پخش کردن. پدرت جمع کرد و از چنلیو فرار کرد و رفت. شب و روز نگران سلامتی تو بودم عزیزم. عمو جان. جان. ایشان چنگونگ تای قاضی شهر ژونگموه. اگه نجاتم نداده بود مدت‌ها قبل از بین رفته بودم. آقای محترم، به خاطر شما نبود من حالا مرده بود. از شما سپاسگزارم. نه خواهش میکنم. شما قلب مهربانی داری. تحسین برانگیزه. خب حالا بیاین بریم خونه. بیاین بریم. بیاین. هی افراد، حیوانی چیزی سر بزنه سریع آماده بشید. باید جشن بگیریم. برادرزادم اومده. بله. خیلی ممنون عمو جان. ما سرد و گرسنمونه. 2 روزه که هیچی نخوردیم. من حالا اینجا خونه خودتی. همینجا باشید. مدتی مخفی باشید. اوضاع که آروم شد از اینجا برید. خوش به مقدار کافی نداریم. برو یه مقدار بخر. یه چیز خوب از شهر بخره بیار. چشم. عمو جان، شهر پر از تصویر مربوط به من و ساوساوه. اگه به طمع بیافتن ممکنه براتون دردسر درست بشه. بهتر گوشت رو فراموش کنید. یه چیزی بخوریم کافیه. این که نمیشه من. تو مهمون عزیزم هستی. نمیشه که با یه غذای ساده پذیرایی بشی. اتفاقی نمیفته. اصلا اونا رو نمیفرستم. من خودم میرم شهر یه چیزی میخرم میارم. بریم بیاین. بیاین دیگه، ناز نکنید. باشه. برادرزاده خوبم. اوهوی. بله. زود باش اولاغ منو بیار، میخوام برم شهر. باشه بردم. منگده گوش کن. این صدای چیه که میاد؟ نذارین فرار کنم. چاقو رو بیار.
بلندشون کن که بکشیمشون. دروازه رو میبندم، میرم چاقو رو بیارم. باشه. میخوان هر دومونو بکشن و سرمونو تحویل بدن. ولی گفتی عمود عاشق کمک به مردمه و بیشتر از خودت به اون اعتماد داری. درسته، اینو گفتم. ضمناً گفتم مردم دوستاشونو برای یکم گندم میفروشن. دنیا عوض شده، آدما فرق کردن. میخوای بگی گوش خریدن لوبوشه بهانه بوده تا بره به نگهبانا خبر بده بیان؟ ظاهراً اینطوره. چی کار کنیم؟ تو این شرایط خطر میکنیم و همه رو میکشیم و فرار میکنیم. میکشیم؟ آره میکشیم. خیلی خب، همه حاضرین؟ حاضرین. شما حاضرین؟ آره میدونم، برم ببین. برو تو در بس عجله کن. ای لعنتی، الان میکشمت. وایسا ببینم. قاتلا آدم کشتا قاتلا اینا قاتلا دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. چه جنایتی؟ ما عوضی فهمیدیم. میخواستن حیوانی برامون سر ببرن.